در دستت چی هست؟ اخراج شدم. چرا؟ پشت چرایش نگرد. هر قسمه که شوه پس میام. همراه اورال گپ زدم. حلش میکنه. مجبور است که هر قسم شده حلش کنه. خب همراه تو راجع به کدام چیز دگام گپ زدی؟ بله. بیازو از خاطر او تو را خواستیم. فکر میکنم پیش اورال کدام ثبوت است. بسیار با اطمینان گپ میزد. کسایی که اسلحه را پیدا کردن اونا هستن. نمیفهمم، اما امکان داره. روزه که اونجا رفته بودی کسایی که اسلحه را گرفتن به احتمال زیاد نفرای اورال بودن. به احتمال زیاد. خب حالا چی کنم ابرو؟ باید یک کار کنی احمد. من چی کنم ابرو؟ میگی کسایی که اسلحه را پیدا کردن اونا هستن. حالا من چی کنم؟ تو باید یک کار کنی احمد. اگر معلوم کنن که صاحب اسلحه کی است، او وقت کل چیز مثل او خوردن آسان میشه. منظورم گرفتی؟ قسم دست پای بسته باید منتظر باشیم. من موضوع رو تعقیب میکنم بیادر، تو تشویش نکن. وقتش که برسه کل چیز آشکار میشه. منطق ما هم قبول نمیکنم. وقت دی باره فکر میکنم اعصابم خراب میشه. مرگ مادرم کل ما را شوکه کرد، خصوصا مرا. وقتی که به یادم میآید که به خاطر مرضی ما چقدر جگرخون بود بسیار ناراحت میشم. با وجود ای در تصمیم گرفتن با ما بسیار زیاد سخت بود، اما ما تصمیم گرفتیم که هر چی زودتر عروسی کنیم. مراسلکو تو از حدت گذشتیم های گیر احمق. علینا تو میفهمی چی میگه دختر؟ علینا جان، چل مادرت هنوز پورا نشده. با اینقدر عجله چی ضرورت است؟ لطفاً علینا ببین، زخم ما هنوز بسیار تازه است. فعلا در وضعیت نیستیم که محفل بگیریم و از عروسی تجلیل کنیم. لطفاً. ما راجع به کدام محفل و جشن، راجع به نکاح و عروسی خود گپ میزنیم. کلی گپا به خاطر تو از مای گیر. تو خود دیدی، صبر کن برات نشان میتم که اگنان چند فتیر است. لالا لطفاً. مراسلکو علینا، این عروسی برگزار نمیشه. وقتی که مادرم زنده بود به شما اجازه داده بودی حماقت انجام بدین، اما دیگه من تصمیم میگیرم که چی بکنه. اورال تو متوجه هستی که چی میگی؟ مراسلکو تو اصلا مداخله نمیکنی اصلا. این تصمیمتون نیست از علینا. اگه مادرم نباشم من ازش حمایت خود کردم. مداخله نکن سینان، چیزی که من میگم همه تو میشه. سینان آرام باش جانم لطفاً. یعنی چی که مداخله نکن؟ تو کی هستی که به خاطر زندگی ما تصمیم میگیری و فیصله میکنی ها؟ به عنوان رئیسی خانواده حال منظور مفهومیدی؟ تو همراهیم وعده کرده بودی، گفته بودی که مرا خوش میسازی لالا. علینا، این آدم تو را فریب میده. چرا نمیفهمی مقصد او خوشی تو نیست، انتقام است. چی بخوایی چی نخوایی ما هر چی زودتر عروسی میکنیم. من به خاطر که به زخمای علینا مرهم شوم و در غمای شریک شوم میخوایم عروسی کنم. در ضمنی کار تنها به خاطر اونه، به خاطر خودمان انجام میدم، چون که من در پیشش قوی هستم. به آینده امیدوار میشم. اما تو اورال دیمیروغلو بافهم که یک مرد فقط وقتی که عاشق میشه آدم میشه. من وقتی عاشق شدم آدم شدم. اما تو با وجود عاشق شدن چطور تونستی هنوزان مثل سابق باشی؟
چشم بادامیمه، تو همیشه بهار عمر ما بودی، آفتابم بودی و مرا روشن ساختی، نفسم بودی و برم جان دادی. خدا شاید است که 2 سالای سیاهی که فکر میکردم تو از من منصرف شدی، ما بازم از تو هیچ وقت منصرف نشدیم. نتونستم. در طول 26 سال غیر از یک عمره که به هدر رفت، قلب خسته و پیامای غمگین، چیز دیگه ندارم عزیزم و فدای. میفهمی؟ مادرم اورال از مکد متفاوت‌تر فکر میکرد. او را همیشه دوست داشت ابرو. هیچ قلبش نشکستند. هیچ اشتباهات او را نمیدید، اما اشتباهات مرا همیشه میدید. هر دوی ما در یک کشتی سوار هستیم. کاش که یک بار اوضاع خانه ما را میدیدیم. بود و نبودشان فقط و فقط عسل بود. اما من همیشه مادرم را دوست داشتم ابرو. همیشه با این باور زندگی کردم که شاید یک روز منم دوست داشته باشم. شاید محبتش برات نشان نمیداد، اما همیشه باور داشتم که یک روز طرف ما مثل اورال با محبت سیل خود کرد. کاش که دوباره زنده میشد. کاش که با خاطر به دست آوردن محبتش کم دگان وقت می داشتم ابرو. من نمیفهمم که چی بگویم آقاسینا. بسیار متاسف هستم. بسیار متاسف هستم. زنده باشی. خوب شد که آمدی. آمدنت کافی است. اما دیگه به ما خانگاه درست است. بساز! دانه بسته کن. دیگه نباید خنده کنی. تو کی هستی که برای ما میگی خنده نکن؟ باید چوب باشی. اگه چوب نشم چی میشه؟ باید چوب باشی لعنتی. اخز لعنتی. اخز هلا اخز لوده. شما لعنتی ها چی میکنه؟ از اینجا گم شوید. به اون دست نزنید. گم شوید. دست نزنید. گفتم از اینجا گم شوید. شما چی را سیل میکنید؟ گم شوید. خود دیدی. بیا که از اینجا بریم آقا سینان. بریم دقیقشان نشو. چی حال است به خدا؟ ایلا دادن سیل کن. آرام باش. آرام باش. همین جستاد شو. اوی چرا همراهشان جنگ کردی؟
اگر برات کدام اتفاق افتاد باز چی؟ میبینی که نفتادم. تو خوب نیستی. باید هر چی زودتر خانه بری. ما نمیخوایم که امشب با او خانه برم ابرا. دو گذشته مرسی. وقتی که همراهیم بودی خوشترین روزای زندگی من بدون تو و تلخترین روزای زندگی من سپری کردیم. تو امروز مشو دست ما بگی حتی یک روز از من دور نشو. برو 26 سال میشه که مثل من این انگشترم انتظار تو را میکشه. با این انگشتر وعده دادیم که وقتش برسه ایره انگشت تو میکنم. بسیار درد میکنه. خب مهلتت خلاص شد. حالا برم بگو از ایستوپراک انتخاب کردی؟ یا کنانه؟ بگو از ایستوپراک یا کنان؟ لطفاً بس کن دیگه. اگه تو نمیتونی تصمیم بگیری من بجای تصمیم میگیرم. لطفاً نرو. درست است مشنوم. عزیز میفهمیدم که نمیتونی قلبشو بشکنانی، نمیتونی او رو با آتش بندازی. چیزی که میخواستی همو تو کدوم. پدرته که بعد از سالها به او رسیدی رو به زندان روان میکنی. او را از تمام کسایی که دوستش داره دور میکنی. چرا این کارا رو انجام میدی؟ به خاطر کنان به هیچ صورت از اون منصرف نمیشی. تو بسیار خودخواه هستی.
با وجود فهمیدن رابطش با خواهر دور با آتش مندازی. اگه او به زندان بره باز الینا چقدر جیگرخون میشه هیچ برات مهم نیست. پس مادر چطور میشه اصل؟ ها؟ سال هاست که چشم برای پدرت بوده، تازه به هم رسیدن به او فکر کردی؟ بیبی کار بسیار بده میکنی، تو هم کم کم به اندازه من بد میشی. تو چه قسم یک آدم هستی؟ مادرت تو نو فوت کرده، مادرت حتی از مرگ او استفاده میکنی. راستی خانم عزیزم این چی معنی داره؟ این معنی را که هر دوی ما به خاطر منافع خود به دیگران فکر نمیکنیم، هر دوی ما متعلق به همدیگه خود هستیم، از او خاطر لیاقت همدیگه را داریم. چیزی که 26 سال پیش ما را جدا کرده هنوزم در بین ما استاد است. اگر قلب ما بخواید دستم به طرفی انگشتر دراز نمیشه. یقدر سالا مرا منتظر ماندی، یک عمر دیگه منتظر می باشم. کافیست که تو برم یک وعده بدی جانم. روزی که از تخلص خلیل نجات پیدا کردم باز برات وعده میتم. او وقت اصلاً این انگشتره از دستم نمیکشم. جواب بده، چی میشه جواب بده؟ بگی وقتش رسیده، میفهمی که باید چی کنی. تانستین بر ما یک شاهد پیدا کنین؟ او کار تمام است آقا اورال. نمیخوایم عزیز امشب در بسترش راحت بخوابه. اطاعت میشه آقا. چی شده؟ آقا اورال معذرت میخوایم، به خاطر یک چیز به تشویش هستم. مطمئن هستین که کار عزیز توپراک است؟ نمیفهمم، اما به خاطر کارهایی که تو امروز انجام داده مستحق زندان رفتن است. فعلا همی کار انجام بتین، بعد از رفتن عزیز به زندان باز فکر میکنیم که قاتل واقعی کی است. سفر به او کار دیگه‌ای که برات گفته بودم رسیدگی کردی یا نه؟ بله آقا اورال، که تو شرکت امنیتی گپ زدم، کوشش میکنن تصویرای او شب دوباره به دست بیارن. درست است، بگو عجله کنن. اگر نیاز شد خودت برو بالای سرشون استاد شو. میخوایم بفهمم که کدام احمق میخواست خواهر مرا در این خانه بکشه. درست است آقا اورال. بسیار خوب اصل. حال هر قدمه که میمانی تو رو به من نزدیکتر میسازه. تو کی هستی؟ کی هستی که تصمیم میگیری الینا چی وقت با کی عروسی کنه؟ دلشان که امروز عروسی کردن، دلشان که صبح عروسی میکنن. از تو باید اجازه بگیرن آقا اورال؟ چی وقت عروسی میکنن؟ بزودی نکاح میکنن.
دخترم. خیرت از دخترم. خوب است که آمدیم. ما راجع به تو گپ می‌زدیم. برات خبرای خوب داریم. چند دفعه زنگ زدم چرا جواب ندادی؟ متوجه نشدم دخترم. تلفن در داخل مونده. در ضمن خوب است که متوجه نشدیم. اگه نه باز خودت اینجا نمی‌آمدی. حالا دیگه پوره شده. مادرت در زندگی خود اولین بار یک تصمیم خاص گرفته. میخواستم وقتی که ببینم برات بگویم. وقتی که از غم خلیل آزاد شدم میخوایم که دوباره یک خانواده شویم دخترم بیا بشی دمت راست کن. اگه میخوایی امشب همراه ما اینجا باش. باید فوراً از اینجا بریم. چی شده دخترم؟ برین فرار کنین ده اینجا نباشین. چی شده دخترم؟ چرا بریم؟ خوش آمدین. گنان خیرت هست؟ حسن ده اینجا چی جریان داره؟ اصل کدوم گپ شده؟ چی شده؟ تو را به زندان میبرن. لطفاً صبر نکنین فرار کنین. تو چی میگی حسن؟ کی را به زندان میبره؟ در ارتباط به مرگ خانم جانان پیششان ثبوت است. چند دقیقه بعد پلیس ها اینجا میاین و تو را بازداشت میکنن. لطفاً فرار کنین برین. ثبوت چی دخترم؟ دلیل چی؟ دخترم چرا فرار کنم؟ چرا؟ اصل تو راجع به چی گپ میزنی؟ اینجا خانه عزیز دوبراک است. بله. چی شده مامور صاحب؟ کدام مشکل است؟ عزیز ماما شام بخیر. عزیز دوبراک تو هستی؟ بله من هستم. باید همراه ما تا حوزه بری. چی شده؟ کدام جرم مرتکب شده؟ در ارتباط با قتل جانان دیمیروغلو شما بازداشت هستید. چی؟ این چطور امکان داره؟ شما اشتباه میکنین. یک آدم بیگناه را میبرین. مشکل جور نکنین. ما وظیفه خود انجام میدیم. نه خیر عزیز نرو یا مام همراهت میرم. تشویش نکنین. من بعد از یک مدت کوتاه پس میام. شما چی میکنین؟ بلیاز خدا ایلش بتین. شما وجدان ندارین؟ خیر است ملکه خیر است. عزیز یک دقیقه خانم باش مادر جان. پدر دختر نازه پیشو بیادر پیشو. عزیز مادر جان تشویش نکن. دبا این کدام سوء تفاهم است. او را حل میکنیم و پس میاییم. آرام باشین. تشویش نکنین. بله سینان کجاستی؟ شب خانم نامدی. نخواستی برام اول بیتی؟ عزیزم آرام باش. میفهمی که دیروز سر لالایم قار شدم. کم زیادم نوشیده بودم. نخواستم که در او حالت به خانه بیایم. از خاطر نامدم. درست است. کجاستی؟ کجا بودی؟ عزیزم پیش مرد رفته بودم. پیش او بودم. نفهمیدم سینان کجا؟ گفتمت که پیش مرد بودم. بسیار خوب. همونجا باش. با مرد سلام مرا بگو. یک روز باید ببینمش. زیاد وقت شده که ندیدیم. درست است برش میگم. بیازو همینجا است. به هر حال ما خانم میایم. فعلا خداحافظ. بازم ملاقات کردیم عزیز سپراک. اما این دفعه تو اونجاستی و من اینجاستم. به یک چیز اعتراف میکنم. او طرف زیادتر نمودت میته. هر چی که میگه بگو دیمیروغلو. گپا دراز نکن. چرا؟ قرار ملاقات داری؟ به اینجا کسی اجازه نمیتون بیایه. اما به من گفتن هر قدر که میخوایی میتون اینجا باشی. حیف است. حال کسایی که دوستشان داری به تشویش تو هستن. یک بار از اینجا برایم. نمیمانم که خانواده‌ام پریشان شود. دخترمو از پیشت میگیرم. یعنی بازم اختطافش میکنی؟ ها؟
تو هر قدر که میخوای میتونی او اختطاف کنی، اما او بازم پیش من میایه عزیز. زیرا فراموش نکو هیچ کسی اصلا از من نمیتونه بگیره. لازم فکر نکو از اینجا آزاد میشی. جزای کاری که دق مادرم کردیم میبینی. ما با یک ترموی خانم جان نصیب نرسوندیم. کلی مرا خراب نکو. تو خوار مرا از من گرفتی. حساب خور ازت پرسان میکنم. فکر نکو موضوع بسته شده. تو واقعا فکر کردی میتونی از اینجا بیرون برایی؟ ها؟ او حساب دیگه تصفیه نمیشه. تا وقتی که نمردی نمیتونی از اینجا بیرون برایی. ما هم ده اینجا میباشم. از عزیزان دور میباشی و ده اینجا میپوسی عزیز تپرک. چی شده دیمیرغلو؟ چطور قدر آرام هستی؟ چهار طرف آتش میزدی و در میدادی. در صورتی که کار ما بود تو چطور تونستی قدر آرام باشی؟ چطور از یه خانم نگرفتی؟ هیچ تشویش نکنم. وقتش که برسه او کارم میکنم. خوش آمدی. ما بسیار هیجانی هستم. چی شده؟ ای چی وضعیت است؟ تا گل صبح ده حوزه بودم. عزیز بیادر را توقیف کردن. با اتهام قتل مادر دور دزگیر کردن. چطور یعنی؟ او مادر مرا کشته؟ آرام باش. او تو یک کار نمیکنه. مطمئن هستم او را میشناسم. کم از کم قدر خو میفهمم در بین کدام سوی تفاهم است، ولی من حلش میکنم. تو تشویش نکن. او حال زندانی است. بیا بیشی. بیا بیبی. تا که کسی به عزیز بیادر آسیب نرسانده او کسی را غرض نمیگیره. من او را میشناسم. دقیق میفهمم. او مثل هر کس اشتباهات خرد و ریزه داره، ولی هیچ وقت کسی را نمیکشه. تشویش نکن. اگه به او اعتماد نمیکنی به گپ من اعتماد کن. من سر تو اعتماد میکنم. میفهمی که من امروز چه قسم تصور میکردم. مادرم در پیش می بود وقتی که من به تو بله میگفتم طرف میدید و لبخند میزد. حالا این وضعیت ما را بیبی. ما یه قسم نکام میکنیم کنان. بیبی باور کن نمیخواستم در روز عروسی ما برای قسم یک خبر بودم، اما برای ما هیچ آسان نیست. کنون من از روزی که با تو معرفی شدم به خاطر این روز منتظر بودم و به خاطر این روز زندگی کردم. اما نمیفهمم که امروز روز مناسب است یا نه. یعنی بیبی ای در صورتی که همدیگه خدا دوست داریم دیگه ضرور نیست که زیادتر منتظر باشیم. وقتی که از اینجا خارج شدیم هم خوشی و هم غم ما مشترک است. درست است؟ عزیز صدای من بشنوی؟ قسم میخورم که هیچ وقت تو را اعلان نمیکنم عزیز. قسم میخورم. ملکه عزیز صدای من بشنوی؟ صدای من بشنوی عزیز؟ مگذره یا مگذره؟ این کلش مگذره عزیز.
من همیشه همراه تو هستم عزیز. ملکه مطمئن باش، ما از اینجا ببرایم. قسم میخورم کار نکده ملکه. منتظر ما باش. منتظر می باشم. عزیز بیادر چطور این کار کردم میتونه؟ اصلا عقلم قبول نمیکنه. اگه دشمنیام باشه بازم گرفتن جان کسی چی معنی داره؟ ما اورالا خطرناک فکر میکردم. اصل تو خوب استی؟ کدام چیز شده؟ او کار نکرده. ما با دستای خودم او را به زندان روان کردم. تو چی میگی اصل؟ چرا قسم یک کار کردی؟ مجبور بودم. یعنی چی که مجبور بودم؟ با وجود ای که میفهمیدی او بیگناست چطور اجازه دادی ها؟ برام جواب بده اصل. قاتل واقعی در بیرون آزادانه گشت و گذار میکنه. تو چطور تانستی باید تو یک چیز راضی شوی ها؟ مرا وادار ساخت. کی تو را باید تو یک کار وادار ساخت؟ اورال سرم فشار آورد که یک انتخاب کنم. گفت پیشم یک ثبوت از عزیز یا کنانه به زندان روان کردم. میتونم تو انتخاب کنم که کدامش روان کنم. یعنی او چطور سرت قسم یک گپ قبولانده میتونه؟ دشمنی که در بینشان است خبر است و مهمو. چرا تو را در این مسئله دخیل میسازه؟ به خاطر که او پدرم است. نه به هم میرسیدم که اورال ما را از هم جدا ساخت. من نمیفهمیدم اصل. بسیار جگرخون شدم. چرا کمک نخواستی؟ نام کنانه گرفتن نمیتونستم. با جایی که از پدرت محافظت کنی؟ الینا بسیار مریض است. نمیتونه دوری کنانه تحمل کنه. با ای که میفهمید و عروسی میکنن نتونستم میکاره کنم. با خاطر محافظت الینا پدرت با آتش انداختی؟ نخواستم کنانه در وضعیت بد قرار بدم. چقدر وقت میشه که تو کنانه میشناسی؟ چرا از او محافظت میکنی اصلا؟ نه که کدام گپ دیگه است؟ داستانش طولانی است اما در گذشته مونده. هنوزم دوستش داری نی؟ آدم اگه با گویام که گذشته ولی نمیگذره. شما الینا دیمیروغلو کنانه به حیث شوهرتان قبول میکنین؟ بله، تا آخرین نفس. شما آقا کنان الینا دیمیروغلو را به حیث خانمتان قبول میکنین؟ ببین، به خاطر زندگی مشترک انگشتری میپوشانن، قسم یاد میکنن، ولی به خاطر عشق از وعده که فراتر هیچ چیز نیست. بعد این زندگی تا دم مرگ
در هر نفسی که میگیرم فقط و فقط تو را دوست خود داشتم. بله، قبول میکنم. شما هم شهادت میتین؟ بله. بله. با در نظر داشته صلاحیتی که شهرداری شهر بزرگ استانبول برم داده، شما را به حیث خانم شاور اعلان میکنم. براتون آرزوی خوشی و خوشبختی بسیار زیاد. اسلحه که به نام تو ثبت و راجستر شده. در ضمن شاهد عینیام هست. حال چی گفتنی داری؟ به خاطر ما یک آدم بیگناه قسم بلچک زده به اوزه برده شد ابرو. کل چیز به دستای تو هست. او را در جایی که با او تعلق داره دفن میکنی؟ یا خانوادهت و کنعان؟